سلام دوستا، امروز میریم 50 جمله ابتدایی اما بسیار مهمی زبان انگلیسی رو با هم مرور میکنیم که این شما رو کمک میکنه خود معرفی بکنین و حتی در بیرون یا در مارکت مشکل خود حل بکنین. خب از معرفی شروع میکنیم. Hello, how are you؟ سلام، حالت چطور است؟ I am fine or I'm fine. من خوب هستم. Thank you. تشکر از شما. What is your name or what is your name؟ نام شما چیست؟ My name is Victor. My name is Victor. نام من ویکتور هست. Where are you from؟ شما از کجا هستین؟ I'm from Afghanistan or I am from Afghanistan. من از افغانستان هستم. دوستا این I'm که میشه خلاصه شده همون I am هست. Nice to meet you. از ملاقات شما خوشحالم یا از آشنایی شما خوشبختم. How old are you؟ چند ساله هستین؟ I'm 25 years old. من 25 ساله هستم. This is my friend. This is my friend. این دوست من است. حالا میایم روی مرحله بعدی که میشه زندگی روزمره یا daily life. I wake up at 7 a.m. من ساعت 7 صبح بیدار می شوم. I brush my teeth. I brush my teeth. من دندانهایم را مسواک میزنم یا برس میزنم. چی میگن؟ دندانهایم را برس میکنم. میتونم ساده بگیم. I take a shower every day. I take a shower every day. من هر روز حمام میکنم. I go to work at 9 o'clock. I go to work at 9 o'clock. من ساعت 9 به سر کار می روم. I have lunch at 1 p.m. من ساعت 1 ظهر نهار می خورم. 1 p.m. 1 ظهر. I have lunch یعنی که من می خورم که در دو حالت میتونین بگوین I eat lunch or I have lunch. هر دوش به معنای خوردن است. I come home at 6. ما برمیگردم خانه ساعت 6. I watch TV in the evening. ما تماشا میکنم تلویزیون را در شام. I go to bed at 10. من میرم ساعت 10 بخوابم. یا میتونین که بگوین I sleep at 10. من میخوابم ساعت 10. I don't like getting up early. I don't like getting up early. من دوست ندارم که زود بیدار شوم. Today is a busy day. امروز یک روزی شلوغ است. خب میایم روی مرحله بعدی که میشه بیرون رفتن و خرید کردن یا going out and shopping. خب let's go to the market. بیا بریم به بازار. Let's go to the market. How much is this? How much is this? قیمت این چند است؟ It's $5. It's $5. این $5 است. I want to buy some bread. I want to buy some bread. من میخوام کمی نان بخرم. Do you have apples? Do you have apples? آیا سیب دارین؟ I'm just looking. I'm just looking. من فقط نگاه میکنم. Thank you. تشکر از شما. Can I pay by card? آیا میتونم با کارت پرداخت کنم؟ این کارت اعتباری رو میگه. اگر شما نقد داشتین میگین can I pay in cash؟ آیا میتونم نقدی پرداخت کنم؟ اما اگر کارت شد میگین can I pay by card؟ I need a bag please. من نیاز دارم یک کیسه لطفاً. Where is the supermarket؟ کجا هست سوپرمارکت؟ Where is the supermarket؟ It's next to the bank or bank. Both of them are correct. It's next to the bank. این در کنار بانک هست. خوب دوستا بعدش میشه مرحله غذا و نوشیدنی. Food and drink. غذا و نوشیدنی. I am or I'm hungry. من گرسنه‌ام. I'm hungry. Let's eat something. Let's eat something. بیا چیزی بخوریم. I want chicken and rice. I want chicken and rice.
من مرغ و برنج میخواهم. I don't eat meat. من گوشت نمیخورم. I don't eat meat. من گوشت نمیخورم. I'm thirsty or I am thirsty. من تشنه هستم. Can I have some water? Can I have some water? آیا میتونم مقدار آب داشته باشم؟ The food is delicious. The food is delicious. غذا خوشمزه هست. Do you like tea or coffee? Do you like tea or coffee? چای دوست داری یا قهوه؟ I prefer tea. I prefer tea. من چای را ترجیح می دهم. Prefer به معنای ترجیح دادن. Let's go to a restaurant or a restaurant like this. Let's go to a restaurant. بیا بریم به یک رستوران. خب میایم روی مرحله بعدی که بخش زمان و هوا و feelings و احساسات هست که به انگلیسی میشه talking about time, weather, feelings. خب what time is it? What time is it? ساعت چنده؟ It is 3:30. It's 3:30. ساعت 3:30 هست. دوستا half نمیخوانین. ایلش سایلنت هست. half. Today is Monday. Today is Monday. امروز دوشنبه هست. The weather is nice. The weather is nice. هوا زیبا هست. هوا خوب هست. It is raining now. It's raining now. حالا باران در حال باریدن است. I'm cold or I'm cold. من سردم هست. I'm very tired today. or I am very tired today. من امروز خیلی خسته هستم. I'm happy to see you. من خوشحالم که شما را دیدم یا از دیدن شما خوشحال هستم. I'm happy to see you. Don't worry. نگران نباش یا پریشان نباش. Don't worry. See you tomorrow. See you tomorrow. شما را فردا میبینم. خب